مردم اگر هر مشکلی برای ایران پیش بیاد، مسئولیت درجه اولش اول به عهده سپاه، بعد به عهده 5 به علاوه 1. یعنی اگر خطر و ضرری ایران رو تهدید میکنه، مسئولیت درجه یکش به عهده سپاه، بعد به عهده 5 به علاوه 1. دلیل قاطع و قانع کننده داره. مفاد قطعنامه 598 در سال 67 یکیش ادغام کمیته و ژاندارمری و شهربانی در هم بوده که شده، اتفاق افتاده و شده نیرو انتظامی. یه مفاد دیگهش ادغام سپاه در ارتش بوده که سپاه زیر بار نرفته به خاطر او هواپیمای ایرباس رو که ناو آمریکایی زده. به نظر من دو طرف سر موضوع لج و لجبازی هن. هم آمریکایی ها هم سپاه ناصادقی میکنن دوتاشون و این شرایط به وجود اومده. سپاه کوتاه نمیاد که مفاد قطعنامه 598 رو تن بده. آمریکا هم مثلا میگه اتفاقی بوده که ما هواپیمای ایرباس رو ناو وینسز زده. حقیقت مخدوشه. ولی هر مشکلی پیش بیاد، شرایط امروزی، بیچارگی مردم، خدای نخواسته جنگ احتمالی در آینده، مسئولیت درجه کش به عهده سپاه پاسداران، بعد به عهده 5 به علاوه 1، مخصوصا آمریکا.